بچه‌ها سلام، وقتتون بخیر. اینم انگشتر نادرشاه، دوباره تو پیج میذارم برای کسایی که ندیدن. من یه خواهشی دارم ازتون، این هستش که این پست رو تا اونجایی که میتونید پخشش کنید، توی پیجتون استوری کنید، همه ببینن. این چهره دقیقاً از روی اون تندیس خود نادرشاه ساخته شده. یا من سرچ بکنید تندیس نادرشاه، اون مجسمه‌ای که میاد بالا دقیقاً همین اینه. این تاجی که روی کلاش هستش، این بوته جقه ها، دقیقاً از روی اون تندیس ساخته شده. منتها اون تندیس ابعادش هولوش مثلا 50-60 سانته، این هولوش 3 سانته. خواهشی که ازتون دارم این هستش که این پست رو تا اونجایی که میتونید انتشار بدین تا همه ببینن. این لطف رو در حق من بکنید و توی پیجتون استوری کنید. ممنونم.